درود عزیزان، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. شبنم هستم در کانال شبنم تاروت، یه بار دیگه در خدمت شما عزیزان. خب میخوام بریم ببینیم که بین تو و کراش چه چیزی قراره که اتفاق بیفته. آیا با هم میرسید نمیرسید، وصلی هست نیست؟ این سوالایی بود که پرسیده بودید. میریم برای طبق همیشه عدد کائنات رو در بیاریم. عددی که در اومد رو بهتون میگم، توی کامنت بنویسید که بتونید با این ریدینگ هماهنگ باشه که جوابتون رو بگیرید و بعد تفسیر میکنم. آیا بین شما و کراش چه چیزی قراره که اتفاق بیفته؟ خب عدد 111 رو بر من کامنت کنید. من اضافه میاد اینجا که وارد شروع اومده بچه ها. بعد از یه مدتی که خبری نبوده، سردی بوده، خیلی هم طول کشیده. یعنی مثلا خانم رابطه حتی احساس کرده که چقدر این داره خساست میکنه یا چرا هیچ کاری انجام نمیده. نکنه یه طرف هست، نکنه توهم زدم، چیه چی جوریه. این آقا چرا دارم میگم آقا؟ چون آقا رو داره نشون میده آقا، ولی این خانم و آقایی که دارن تصمیم میگیرن که یک شروعی داشته باشن. درست موقعی که هیچ خبری نیست، چون اینجا بلاکیج اومده و خیلی هم طول کشیده این سردی رابطتون از سمت آقای رابطه، اون کراش که آقا هستش، خانم رابطه تصمیم میگیره که جلوی احساساتش رو دیگه بگیره، دیگه هیچ انرژی خرج نکنه و شروع کنه روی خودش، زندگیش و کسب و کارش کار کردن. برای بعضی حتی ممکنه که کلاس‌های هنری برید. ممکنه که شما خانمی باشی که قد متوسطی داری، بدن توپل یا توپلی داری، موهای نسبتاً بلندی داری که مشکیه و خیلی به هنر علاقه داری. تراس داره خونت و روبروی خونت ممکنه که یه سری برج و دار و درخت یا طبیعت باشه. ممکنه که عنصر آتش یا خاک باشی. ممکنه که الان در حال جمع کردن پول برای خرید ماشین باشی یا کسب و کار جدیدت یا دفتر کارت یا خرید موبایل یا کیف و اینجور داستان ها یا وسایل خونه یا وسایل محیط کار. ممکنه که کسی هستی که کت شلوار میپوشی، شلوارت اکثرا قد 90 باشه، موهای کوتاه مدل باب داری که بلندش میکنی، حتی بعضی اوقات ممکنه سبزش کنی، چشمای درشتی داری، ممکنه که لنز میذاری یا چشم رنگی هستی، دماغت کوفته ایه و لب بالات نازک، لب پایینت قلوی‌تره، صورت قلبی شکلی ممکنه داشته باشی، گرد باشه یا اینکه چونت رو تزریق کرده باشی. برای اون خانمی که مومشکیه احتمال داره که تو لباسای ورزشی جذب یا لگ مانند خیلی زیاد میپوشی. برای آقایون اینجا اومده که ممکنه که باشگاه داری یا ورزشکاری، وزنه میزنی، ممکنه که گیتار میزنی، ممکنه که قبلا توی رابطه‌ای بودی که خیلی سرد بوده یا یه مدت بیپولی رو تجربه کردی. کسی هستی که ممکنه که ورزشکار بسکتبالیستی یا توی مثلا ورزش‌های بین‌المللی شناخته شده هستی. ممکنه که موهات قهوه‌ای یا موهات رو رنگ میکنی یا بلوندی. بر بعضیاتون مومشکی هستش، جوون هستش، خوشتیپ هستش، کسی که وضع مالی خوبی داره و حتی ممکنه که شرابی، مشروبی، چیزی میخوره، اهلش هست و مسافرت‌های کبیری زیاد میره. خیلی خوب، بریم ببینیم که کلا ریدینگتون چی میگه که این کراش ازش کراشی در میاد. بزنیم سری از این دیگه جادوگرانمون بریم که بهتر نتیجه بده. ببینیم خب آیا کراش شما به شما حس داره؟ همونطور که داری بهش فکر میکنی، بهش یه حسش میکنی، آیا اونم به تو حسی داره؟ بله، ریدینگش رو توضیح میدم. آیا همونجور که بهش فکر میکنی اونم فکرش درگیر تو هست؟ به تو فکر میکنه؟ بعدم یکیش بزرگه اندازه آب 5، میبینی؟ برزدن سخت.
بله همونجوری که تو بهش فکر میکنی اونم به تو فکر میکنه و ذهنش خیلی درگیر شده راجع به یه مسئله احساسی و شروع احساسی. تمام احساساتش درگیر شده و داره فشار خیلی زیادی رو تحمل میکنه. چینش کامل بشه من معنی میکنم براتون، ولی فکر کنم از این دکاست که آلرژیمو فعال میکنه پرز داشت انگار. یه چند لحظه بچه ها صبر کنید پشت دکم ببینم. ازدواج ازدواج ازدواج. خب حسش آیا به شما حس داره؟ بله حس داره. این آدم ممکنه که الان خیلی داره کار میکنه، پول در میاره، برای اینکه به سرعت میخواد به یه تعادل و توازن و قدرتی برسه که بتونه یه شانسی بده، پیشنهاد رابطه جدی بده، پیشنهاد زیر سقف زندگی کردن، پارتنرشیپ بودن رو بده، پیشنهاد ازدواج رسمی رو بده و میخواد وقتی که پیش شما بیاد مثل خورشید بدرخشه و شما از همه نظر بگید واو چقدر تو فوق‌العاده‌ای. خب یه همچین حالت بخواد همین خیلی پول در میاره. اینجا داره نشون میده که فرقی هم نمیکنه خانم باشه یا آقا، میتونه اینجوری باشه که داره رو کسب و کارش کار میکنه، رو سلامتیش کار میکنه، خودشناسی میکنه، استقلالش کلا استقلال رو من دارم رو کراش میبینم که داره انجام میده، به خاطر اینکه میخواد در آینده زندگی خوبی داشته باشه، نمیخواد زندگیش بلنگه. اگه رابطه‌ای رو میخواد شروع کنه میخواد جدی باشه که تهش مثلا با اون ازدواج ختم بشه. اینکه آیا به شما فکر میکنه؟ بله، به اینکه این رابطه عاطفی رو شروع کنه، یه فصل جدیدی براش هست، ذهنش خیلی درگیر شده، اصلا احساس میکنه دست و پاشو بستن و فشار زیادی روش هستش. چرا؟ چون که میدونه باید تعهد بده و رابطه تعهد رو میخواد، رابطه سطحی رو دوست نداره این آدم. و از اینکه بخواد حرکت کنه بیا سمت شما، الان احساس میکنه که اعتماد به نفسش رو نداره، تمام ترسهاش، تمام ایگوهاش، تمام تلهاش بالا اومده، احساس رها شدگی میکنه، یا میگم چیزایی که قبلا تجربه کرده بالا اومده، به خاطر همین شاید داره رو خودش کار میکنه. ولی من میبینم تا 6 وعده بعد موفق میشه، 6 وعده آتش. خب آیا حرکتی به سمت شما میکنه؟ یا اینا فقط فکره؟ آیا حرکتی به سمت شما میکنه؟ بله. عمیقاً و شهودی به شما وصله و میخواد که به صورت قانونی جلو بیاد، میخواد یه چیزی رسمی باشه. حالا این قانونی تو هر لولی میتونه باشه، دوستی که رسمیه، همه بدون این دو نفر با هم به همه معرفی کنه، دوستی که بخواد با وفاداری و چارچوب و قرارداد باشه، پارتنرشیپ شدن باشه، پیشنهاد بیا با هم زیر سقف زندگی کردن باشه و ازدواج هست. مراحل قانونی، دو طرفی که دارن عقد محضری میکنن. احتمال داره که توی سوشال مدیا خبری نیست ازش، روز موقعی که تنها هستید یه دفعه یک انرژی تعادل پیدا کنه بین شما دو نفر. شما هر دوتا توی زمین ناخودآگاهتون خیانت رو تجربه کردید و با این باعث میشه که همش سکوت کنید و همش به دنبال شفافیت از همدیگه هستید، عین همدیگه، یعنی هر فکری که میکنید عین همه، زخماتون هم عین همه. ولی من اینجا دارم میبینم که قدرت الهی به شما کمک میکنه که موفق بشید. آقای رابطه اینجا مجرد داره به من نشون میده، خانم رابطه رو یه سرگردن بالاتر از آقای رابطه داره نشون میده، یا حتی ممکنه اینجوری باشه که آقای رابطه فکر میکنه خانم رابطه انقدر فوق‌العاده است و بالاتر از این من کسی رو جایی ندیدم، انقدر همه چیزش تکمیله که باید تصمیم بگیرم درست حسابی برای آینده بیام، یعنی باید آینده رو ببینم، نمیتونم با این آدم سطحی رفتار کنم، نمیشه با این آدم سطحی رفتار کنم. به خاطر همین تصمیم گیریش طول کشیده، ولی به محض اینکه انتخاب کنه مسیرشو یک دفعه پیداش میشه، هیجانی هم پیداش میشه و میاد میگه که من ریسک میکنه، حتی ممکنه یه حرکتی انجام بده که شما فکر کنید که این آدم ممکنه که چرا رفتارش ابلهانه است، این چیه، ولی خب این میاد این رازی که تو دلش هستش رو میگه. کائنات داره یه بیداری سرنوشتی برای شما رقم میزنه. بیداری سرنوشتی رقم میزنه، چیزی که مرده بوده برای شما رو داره زنده میکنه. شما
قبلا توی تناسخ‌های قبلی توی ازدواجی بودید که تموم شده بوده. شما دو نفر جفت روحی هستید، جفت الهی هستید و به زودی خبر خوبی میشنوید. این شخص به شما برمیگرده. اگر در تناسخ قبلی شما ازدواجی داشتید که به طلاق ختم شده بود یا مرگ، توی این تناسخ داره این فرصت برگشت روح‌ها به هم دیگه، یا ترک شده بودید حتی الان کراش زدید یهویی ناپدید شد و رفته بود، این آدم به صورت معجزاتی برمیگرده. آقای رابطه عنصر آتش، عنصر خاک، عنصر هوا رو زیاد داره، عنصر آب هم داره، هست دیگه، هم اومد. ولی من میبینم که به زودی جشنی دارید. چیزی که تصویر سازی کرده بودید یا اگه آقای رابطه تصویر سازی کرد، این آرزو داره برآورده میشه توسط خداوند و یه شروعی داره برای شما اتفاق میافته. برای خانمای رابطه مخصوصا اگر عنصر هوا رو دارید، شما مرگ یک رابطه رو قبلا تجربه کرده بودید، الان گاردتون بالای، خیلی زخمی هستید. میگه که منتظر خبری باش که داره به سمت میاد. فرشته هم کمک میکنه که تو بتونی تعادل داشته باشی. به زودی برای تو پیشنهادی میاد برای شروع یک رابطه. خانمای آتش، شما قلبتون شکسته و یک وابستگی به گذشته دارید و میگی من نمیتونم، ولی تو میتونی. به زودی تا 3 وعده دیگه نامزدی یا جشن و دور همی داری. خانمایی که عنصر خاک دارید، اگه بلا تکلیفی دارید و چیزی جلو نمیره، شما یا کارما دارید یا جادو دارید، طلسم دارید، بخاطر این بستگی دارید و جلو این بستگی داره گرفته میشه برای شما خانم‌های آبی ها و خانم‌های خاکی ها. و از این چه کنم بیرون میاد. اگر آزمون الهی رو پاس کنید که خیلی طول کشیده و تا 6 وعده دیگه به آرامش میره. 100 طلسم داشتید بچه‌ها، خاک و آب خانم ها. از این طلسمی که حالا خودتون به وجود آوردید، ذهنی و احساسی، یا واقعا یه کسی برای شما طلسم زده بود، با صحبت کردن با یه آدمی که وارد زندگیتون میشه از این حالت خارج میشید. شما حتی یه کارمایی رو پاس کردید، خاکی ها و آبی ها. من همه گروه ها رو تا جایی که میتونست نشونه ها رو گفتم بچه ها. خیلی خوب، من دیگه اینو بره میزنم چون بینی مثلا خارش گرفت، پرز داره، منم که آلرژی دارم، اذیت. در هر دو صورت بچه ها برای همه عناصر اومد که شما وصل شدن دارید و خب وصل شدناتون متفاوته، ولی هرچی هست رابطه هاتون جدیه، سطحی نیست، رابطه مثلا اذیت کننده نیستش. بریم ببینیم فرشته‌های عشق و ازدواج چی میگن برای شما. دستام خورد قطع شد دوباره بس. خب فرشته‌های عشق و ازدواج چی میگه به شما؟ چه سریعا اومد. شما دقیقا توین فلیم هستی. شما در تناسخ‌های قبلی به خاطر کنترلگری، بخاطر همین سرت اومد، به خاطر کنترلگری یک کدوم از شما یا هر دوتای شما، به خاطر خودخواهیتون عشقی که انبود و خرابش کردید. اما الان داره یه شروع اتفاق میفته. کودک درونتون کنار همدیگه روح‌های هم رو میشناسن و به هم وصل میشید و رابطه‌ای که قبلا پارتنرتون نمونده بود داخلش به خاطر یه مشکل سوم داره از بین میره و یک شروع جدیدی دارید، یا به عنوان یک جسم جدید، شخص جدید داره وارد زندگی شما میشه. چرا قرمز؟ این شخص جفت روحی شماست. شما مشکل خانوادگی دارید و رو تروماهایی که از پدر مادر دارید کار کنید و باید پدر مادرتون رو ببخشید تا بتونید به این نامزدی و عقد برسید و سعی کنید خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و دیگران دروغ نگید و مثبت فکر کنید تا این تعهد به ازدواجتون ختم بشه. ازدواجی که توش خیلی فلرت کردن و لاس زدنش زیاده. خیلی خوب. بریم ببینیم حرف دل کراشتون به شما چیه، بعد ببینیم چند وعده دیگه اتفاق میفته.
حرف دل کراش شما به شما چیه؟ یه لحظه بچه ها. من یه میبینی دک عوض میکنم چون نگاه میکنم هر کدوم انرژی حال انرژیش قوی تر بیاد اونو برمیدارم چون احتمالا نشونه از اون دک میاد. خب برای گروه اول چقدرم زیاده، برای گروه دوم، برای گروه سوم حرف دل کراش شما به شما چیه؟ گروه دوم حرف دل کراش شما به شما چیه؟ حرف دل تو بگو. به زور و کودک بزنی. گروه سوم حرف دل کراش شما به شما چیه؟ خیلی خب بریم برای گروه اول. گروه اول میگه که من یه دلشکستگی از یک رابطه ای داشتم و بخاطر همین گاردم بالاست، دارم کائنات داره کمکم میکنه که اون حلقه رو ببندم و من اخیراً احساس نوستالژیک دارم بهت فکر کردم به تو همیشه باعث لبخند من میشه. برای گروه دوم میگه که منتظر یه خبر عاشقونه توی فضای مجازی از سمت من باش برای یک شروعی. میگه حرفای زیادی هستش که بین ما مونده، میخوام یه گفتگوی صادقانه با تو داشته باشم تا در نهایت حقیقت رو بهت بگم. من میدونم تو نیمه دیگه منی، من تو رو تو رویاهام میبینم، ما از قبل با هم دیگه هستیم و هیچ کسی نمیتونه برای من روشنی تو رو داشته باشه. تو چیزی هستی که من همیشه میخواستم و حتی بیشتر، حتی با وجود این که الان بهت نمیگم و ممکنه که هنوز جرئت نداشته باشم که بگم، اینو بدون که دوستت دارم. گزینه آخر سوم، الان توی یک بلا تکلیفیم، من هنوز برای تو آماده نیستم اما خیلی سعی کردم حواس خودم رو پرت کنم ولی به نظر نمیرسه که بتونم به تو غلبه کنم چون میدونم که این اتصال ویژه است. خیلی خوب بریم یه لحظه من یه دکی بیارم که خب بریم وعده بگیریم. وعده بگیریم و یه بار دیگه چند وعده دیگه. گروه یک چند وعده دیگه میاد، گروه دو چند وعده دیگه میاد، خیلی زیاده، چند وعده دیگه و گروه سه چند وعده دیگه. خب گروه اول 6 وعده دیگه بین شما کارگشایی و بدبستون و هدیه و اینا اتفاق میفته. 6 وعده خاک رو داره نشون میده که میاد بین هفته تا ماه هستش بچه ها. گروه دوم همین الان یک بیداری داره برای شما اتفاق میفته، سرنوشتی همین الان داره تغییر میکنه که اینجا اومده توی پیام توی فضای مجازی منتظر یه پیام برای شروع رابطه عاطفی باشه. و برای گروه سوم بین 1 تا 4 وعده دیگه یک معجزه‌ای داره برای شما اتفاق میفته و حتی این معجزه در مورد ازدواج، چارچوب داشتن و توی قرارداد رفتن که هر دو عنصر آتش رو داره نشون میده ولی این الان رو داره نشون میده. نهایت اگه الان هم نشده تا 10 وعده خیلی خیلی نزدیکه گزینه دو. بچه‌ها لطفا سابسکرایب کنید، لایک کنید، یادتون نره زنگوله رو فعال کنید به خاطر اینکه من اومدن اصلا مشخص نیست که براتون نوتیف بیاد دستش ندین و تخفیف‌ها رو توی هایلایت این اینستاگرامتون دانلود کنید. میتونید پیگیری کنید یا اینکه استوری ها رو ببینید و یا به ادمین واتساپ پیام بدید که بتونید ازش استفاده کنید. اگر هم که نوبت فوری میخواین لیست فوری رو ازش بگیرید، در غیر صورت حالت عمومی رزرو میشید. بچه‌ها دوستتون دارم، فعلا خدا نگهدار.